سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 8 دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. ازبکستان نیز به پوتین نگفت و از اتحاد سه‌گانه گاز با روسیه دست کشید. شاهزاده پرچار شدنی بود. پیشگیری از یک قصد تبادلات دولتی در آلمان. مرگ دو کودک خردسال تاجیک در پتربورگ. دپارتاسیون 53 نفر از جمله مهاجران تاجیک از ولایت‌های کالوگا و ایوانووا. حمله غارتگرانه به یک ساکن بوسه در پایتخت قلابی با 13 کوب تخته و مصادره 43,000 خلاپوشک در اشت و دوشنبه. و اکنون تفصیلات خبرها. ازبکستان هم پیشنهاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای تأسیس اتحاد سه‌گانه گاز بین روسیه و قزاقستان و ازبکستان را نپذیرفت. یک روز قبل قزاقستان نیز از پیوستن به این اتحاد دست کشیده بود. معاون سروزیر و وزیر انرژتیک ازبکستان جورابک میرزا محمودوف روز 8 دکبر سال 2022 اصرار داشت که تاشکند به یگان اتحاد سیاسی امر نمی شود و شرط‌های سیاسی در عوض گاز را هم قبول ندارد. منصبدار ازبک افزود که حتی اگر با روسیه در مورد انتقال گاز یگان شرطنامه به امضا برسد، این به معنای بستن اتحاد نیست. میرزا محمودوف تصدیق کرد که مسکو با تاشکند پیرامون انتقال گازش از طریق قلمرو ازبکستان مذاکره داشت، ولی سخن درباره شرطنامه تکنیکی میرفت. معاون سروزیر ازبکستان اظهار داشت در مسئله واردات گاز از کشورهای دیگر ما با آنها بر اساس شرطنامه‌های تجارتی همکاری میکنیم. ما هیچگاه به شرط‌های سیاسی در عوض گاز راضی نخواهیم شد. طوری قبلا خبر دادیم پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 28 نوامبر در ملاقات با همتای قزاقش قاسم جمارت توقایف تأسیس اتفاق سه‌گانه روسیه و قزاقستان و ازبکستان را پیشنهاد کرد. این اتحاد به روسیه امکان میداد که با عبور تحریمات در پی جنگ ضد اوکراین جاری شده از فروش گاز خود فایده بیشتر به دست بیاورد. پوتین گفت که پیرامون این مسئله به پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف نیز زنگ زده صحبت میکند. توقایف اول گفت قزاقستان برای بررسی این پیشنهاد آماده است، ولی بعدا نظر خود را عوض کرد و گفت جانب قزاقستان باید اول موضوع را همه طرفه بیاموزد. ولی روز 7 دکبر قزاقستان اعلام کرد که پیشنهاد پرزیدنت روسیه برای تأسیس اتحاد سه‌گانه گاز بین روسیه و قزاقستان و ازبکستان را نمیپذیرد. معاون وزیر خارجه قزاقستان رمان واسیلنکو گفت استونه اجازت نخواهد داد که قلم روش برای صرف نظر و عبور کردن تحریمات غرب استفاده شود. واسیلنکو گفت قزاقستان به طرح تأسیس اتحاد سه‌گانه گاز از همین زاویه خطر تحریمات برخورد خواهد کرد. او افزود که قبل از قبول هر نوع قرار این پیشنهاد از جانب پرزیدنت قزاقستان و کارشناسان آموخته خواهد شد. واسیلنکو گفت در این کشور برای ارزیابی خطرهای احتمالی در پس منظر تحریمات ضد روسیه کمیسیون حکومتی تشکیل شده است. صبح 7 دکبر سال 2022 ضمن یک عملیات مخصوص واحدهای نظامی ضد تروریستی آلمان که با نام GSG9 مشهور است از سر تا سر این کشور دست کم 25 نفر را با جرم دست داشتن به کوشش تبادلات دولتی دستگیر کردند. بنا به گزارش روزنامه آلمانی زیت در این عملیات نزدیک به 3000 نظامی اشتراک کرده زیاده از 150 منزل گمان شوندگان را کفت و کوب کردند. منبع می‌افزاید که در عموم اعضای این گروه متشکل از 52 نفر عبارت بوده است، ولی تا به حال به پلیس میسر شده است که نصف گمان شدگان را دستگیر کنند. در بین دستگیر شدگان شاهزاده هنریخ سیزدهم از تورینگیا، سابق وکیل پارلمان آلمان بریگت مالزاک وینکمن، قماندان سابق اسپسناز یا واحدهای مخصوص قوه‌های مسلح آلمان ریوتیگر فون نیز هستند. شاهزاده هنریخ سیزدهم 71 ساله بوده از عائله اشرفزاده‌هایی است که قبلا گذشتگانش در تورینگیا یک ایالت آلمان امروزه حکمران بودند. او در گذشته بارها گفته است که وی به زمین‌ها و اموال فراوانی که در این منطقه حق دارد. حالا باشد او صاحب یک شرکت معماری در شهر فرانکفورت لب ماین بوده است. طبق بررسی پلیس پس از تبادلات دولتی آنها وظیفه‌های رهبری را بین اعضای گروه تقسیم کرده بودند. از جمله در عرصه حکومت نو آلمان باید هنریخ سیزدهم می‌نشست و مالزاک وینکمن وزیر عدلیه می‌شده است و آنها می‌خواستند همان عرض و طولی که امپراتور آلمان در سال 1871 داشت برقرار کنند. از روی نقشه پیشکی کشیده شده باید اعضای جناح‌های نظامی
به پارلمان آلمان بوندستاگ هم حمله کرده وکیلان پارلمان را گروگان می‌گرفتند. همزمان برای به این عمل جلب کردن شهروندان آنها نقشه قطع نیروی برق در سراسر کشور را نیز کشیدند تا یک حالت بیبند و باری را در آلمان به میان آورند. از روی معلومات نشر شده انقلاب‌ها زمان دست به تبلات دولتی زدن را به وقت نامعین واگذاشتند. اول آنها خواستند این نقشه را روز مرگ ملکه بریتانیا عملی کنند، ولی بعدا منتظر یگان نمود آفت طبیعی شدند که از فرصت مناسب استفاده برند. یک شهروند روسیه نیز با جرم همکاری داشتن با این گروه ها دستگیر شده است. از او ویتال نام برده می شود. از روی معلومات بعد از اومده او ماه یونی سال 2022 از کنسولگری روسیه در لیپسک بازدید کرده است. پس از او ماه ایول سال 2022 هنریخ سیزدهم نیز به کنسولگری روسیه آمده است. گمان می رود که تبادلاتگران می خواستند با مقامات روسیه تماس برقرار کرده نقشه تبادلاتشان را با مسکو هماهنگ کنند، ولی دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت کرمل هیچ ربطی با این قصد تبادلات دولتی در آلمان ندارد. در این هفته پرستاو هایولات ایوانووا 48 نفر و پرستاو هایولات کالوگا 5 مهاجر غیر قانونی از جمله 4 مهاجر تاجیک را از قلمرو روسیه اخراج کردند. به همه آنها برای 5 سال آینده عبور مرزهای روسیه منع کرده شده است. در این باره روز 8 دکامبر سال 2022 خدمات پرستاوهای این دو ولایت روسیه خبر دادند. سخنگوی ریاست پرستاوهای ولایت ایوانووا اکسانا ژوراویووا به سامانه محلی خبر داد که 48 مهاجر اخراج شده اساساً شهروندان آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان بودند که دادگاه‌های این ولایت به سبب ویران کردن قاعده‌های بود و باش حکم از روسیه اخراج کردن آنها را برآوردند. پرستاوها قانونشکن‌ها را تا خط مرز دولتی روسیه در فرودگاه شهر مسکو برده به دست کارمندان خدمات مرزبانی سپردند. اکنون آنها به روسیه تنها بعد 5 سال میتوانند برگردند. گفته است اکسانا ژوراویووا. ریاست پرستاوهای ولایت کالوگا خبر داد که پرستاوهای این ولایت 4 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند ارمنستان را از قلمرو روسیه بیرون کردند. گوبرناتور کنونی ولایت کالوگا ولادیسلاو شپاشا با سیاست آشکارای ضد مهاجران نام برآورده است. بعد تعیین او به این مقام یگان ماه نیست که از کالوگا درباره اخراج گروه نوبتی مهاجران اساسا مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان خبری نشر نشود. سالهای پیش اخراج مهاجران از روسیه طبیعت عمومی داشت و یک مدت شماره شهروندان از روسیه اخراج شده و از حق سفر به روسیه محروم شده تنها در تاجیکستان از 300,000 نفر. سالهای اخیر اخراج مهاجران از روسیه ظاهرا کمتر شد، ولی تا حال دوام دارد و شمارهشان به صدها هزار میرسد. روز 7 دکامبر سال 2022 در نویه کراسنوگواردیسکی و کراسنوسلسکی در دو گوشه گوناگون شهر سنت پترزبورگ روسیه یک باره 2 کودک خردسال از عائله‌های مهاجران تاجیک به علت سرماخوری جان دادند. یکی از این طفلان غور مرگ 3 سال و دومی همگی 5 ماه بودند. بنا به خبرها والدان این 2 طفل خودشان به طبابت آنها مشغول شده سر وقت به طبیبان مراجعت نکردند. گمان می رود که سبب سر وقت به بیمارستان نبردن این طفلان درست نبودن حجت‌های والدان آنها می تواند باشد. حالا مقامات حفظ حقوق به تفتیش سبب‌های مرگ این 2 کودک پرداختند. آنها از جمله خنک نظری والدان این 2 کودک غور مرگ را نیز تحقیق میکنند. بنا به اطلاع سامانه محلی فانتان که روز 7 دکامبر کارمندان پلیس در یک منزل اجاره در خیابان پسکاریوو نویه کراسنوگواردیسکی شهر پترزبورگ جسد یک کودک 3 ساله تاجیک را پیدا کردند. والدان این طفل گفتند که روز 5 دکامبر حرارت بدن او بلند شده سلفه میکرد، ولی آنها خودشان به تبابت کودک مشغول شده به طبیبان مراجعت نکردند. فانتان که می نویسد سبب سر وقت به طبیبان مراجعت نکردن والدان این کودک می تواند مشکل حجت‌های آنها باشد، زیرا در این عائله تن و پدر کودک غورمرگ در پترزبورگ رسما ثبت نام و پتن داشت و همچون رساننده غذا کار میکرد. مادر 23 ساله کودک در پترزبورگ ثبت نام نداشت. همچنین در همین روز 7 دکامبر یک عائله مهاجران تاجیک در کوچه کامونارهای نویه کراسنوسلسکی زندگی میکردند ماشین یوری تاجیلی را برای کمک به فرزند 5 ماهشان دعوت کردند. پدر و مادر کودک گفتند که از صبح حرارت بدن کودک پایین نمیفراید، اما طبیبان به این طفل معصوم کمک رسانیدن نتوانستند. تا آمدن آنها او الکی جان داده بود.
بنا به خبر رسیده والدان جسد کودک را از طبیبان یوری تاجیلی گرفته خودشان به بیمارستان بردند. یوری تاجیلی در این باره به پلیس خبر داده است. کارمندان پلیس آنها را در شفاخانه واقع در کوچه اسوابژدینی پیدا کردند. جسد کودک را برای معاینه کردن سبب مرگش به مورگ بردند. خبر می‌دهد فنتانکا. والدان این کودک که هر دو 26 سال دارند و شهروندان تاجیکستانند در روسیه غیر قانونی کار داشتند. نسبت به آنها برای ویران کردن قانون‌های مهاجرت و هم برای خنک نظری در اجرای وظیفه‌های خود همچون والدان پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند. مرگ یکباره دو کودک در اولیه‌های مهاجران تاجیک در حالی است که در پترزبورگ در این شب و روز در بین چه اهالی کلانسال و چه کودکان اوج موسم نو گریپ از جمله گریپ خوک مشاهده می شود. پایتخت شمالی روسیه در این شب و روز همچنین به اوج نو پنجشنبه بیماری کرونا ویروس نیز روبرو شده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه مرد 31 ساله ساکن نوع ووسه مراجعت نموده است که 7 دکبر سال 2022 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه هنگام در کوچه نعمت قره‌باغ پایتخت قرار داشتنش شخصان نامعلوم با روی آشکارا و زورآوری از دستش یک عدد تلفن موبیلی و 500 سومونی را گرفته از جای حادثه غیب شدند. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا دو مرد 20 و 26 ساله ساکنان شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه مرد 40 ساله ساکن شهر ایسار مراجعت نموده است که 23 سپتامبر سال 2022 جوان 21 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او 13 کوب تخته به مبلغ $6000 امریکایی گرفته وعده داده است که مبلغش را در مدت کوتاه برمیگرداند، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 45 ساله ساکن نویه اشت همچون گمانبر در معاملات غیر قانونی مواد پیراتکنیکی دستگیر کرده شد. هنگام گفتگو شخصی از او 13000 دانه مواد پیراتکنیکی دریافت و گرفته شد. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 199 علاوه 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. همچنین ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 18 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در معاملات غیر قانونی مواد پیراتکنیکی دستگیر کرده شد. هنگام گفتگو از دست نامبرده به مقدار 11520 دانه مواد پیراتکنیکی دریافت و گرفته شد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. در میانه ماه نوامبر سال 2022 به بیمارستان یوری تاجیلی طبی کشور کراسنودار روسیه یک جوان 20 ساله از تاجیکستان با درد سخت در ناحیه شکمش مراجعت کرده است. بیمارستان یوری تاجیلی طبی کشور کراسنودار با نشر یک ویدیو درباره این مورد در طب نادر در کانالش در تلگرام خبر داد که تمام علامت‌های بیماری این جوان تاجیک اشاره به درد کورودا یا اپندیسیت می‌کردند، ولی جوان گفت که طرف چپ شکم درد می‌کند. طبیبان بیمار را تشخیص رنگینی کردند. اوزی هم تصدیق کرد که او به درد اپندیسیت گرفتار شده است، ولی با یک فرق اعضای بدن این جوان تاجیک از جمله کورودا، خیچک و جگرش برعکس جایگیر شدند. ارتیوم سیرواتکا جراح بیمارستان کراسنودار که طبابت این جوان تاجیک را بروده داشت میگوید این بیمار به صورت عاجل بستری و جراحی کردیم، ولی این جراحی برای ما طبیبان یک اندازه غیر عادی بود. آن کاری که ما در وقت جراحی معمولا با دست راست انجام میدادیم این دفعه مجبور شدیم که با دست چپ اجرا کنیم. به صورت عموم جراحی اپندیسیت یک جراحی عادی است و عملیات اپندیسیت جوان تاجیک نیز خوب گذشت و کوروده او را بریدند و او لکه شفا یافته از بیمارستان نیز جواب داده شده است. ولی ارتیوم سیرواتکا میگوید که او بار اول با چنین مورد غیر عادی روبرو شد. هنگام تحصیل در دانشگاه درباره وجود داشتن چنین حالت‌ها مطالعه کرده بودند. طبیبان پرتجربه نیز درباره چنین حالت‌ها نقل می‌کردند، ولی خود من بار اول در عمرم بیمار رو دیدم که اعضای بدنش برعکس جایگیر شده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان
و درباره توجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.